قبل از خرید ساعت هوشمندت 3 تا نکته است که باید حتما بهش دقت کنی. توی هر اسلاید یه دونه‌شو بهت میگم. مستر اسمارت واچ. حتما دقت کن که تا چه رنجی میخوای خرید کنی، یعنی قیمت هزینه کردن برای خرید ساعت هوشمندت تا چه رنج قیمتیه، از 1 تومن، 2 تومن، 3 تومن، 4 تومن یا هر قیمت دیگه ای. این مهمترین مسئله است. بیا اسلاید بعدی. دومین گزینه‌ای که خیلی مهمه اینه که چه رنگی میخوای خرید کنی، یعنی فرم ساعت هوشمندت مشکی میخواد باشه، نقره‌ای میخواد باشه، یا سیلور میخواد باشه، یا بیج میخواد باشه، یا طلایی یا رزگل. سومین نکته اینه که چه سایزی میخوای خرید کنی. سایز 49 میخواد باشه، سایز 41 میخواد باشه، سایز 45 میخواد باشه، یا چه فرمیه؟ فرم اولتراس، فرم سری 8 اج یا فرم سری 8 ساده است. این سه تا